دوستان برای اتصال صفحه به صورت ال یک روشی هست بهش میگن روش اتصال هایفو که به همین صورته. توجه داشته باشید اینجا میچسبه اینجا. الان من اینا رو با پرکه درستم. به همین صورت کنج کار شما خیلی مرتب توی کار میشینه. حالا اگر صفحه کاملا یک رنگ باشه موقع تنگستر دیگه دید نداره. حالا روشش به چه صورته؟ از اورفرس خیلی راحت‌تره، با دیسکی میتونید در بیارید. الگوش هم دقیقاً همینه. شما به چه ابعادی نیاز دارید؟ شما یه دونه MDF 13 سانتی برش میزنید و به همین صورت که میبینید اصل کار اینه که شما این دو سر قطعه رو با فارسی بر 22.5 درجه فارسی میکنید و به هم میچسبونید. حالا مرحله دومش به این صورته که شما از اینجا تا اینجای کار باید دقیق 56 سانت باشه. این یکی مهم نیست هر چقدر باشه، این یکی مهم نیست. حالا برای اینجا من دقیقاً نقشه کارم کشیدم. شما اینو در نظر بالا بگیرید. شما اینو در نظر بگیرید 6 سانت دقیقاً از اول صفحه تا اینجا علامت میزنید و اینو میذارید. این قطعه اینجای قطعه باید دقیقاً با آخر صفحه برابر باشه. برای مثال من برابر میکنم، اینم میذارم اینجا روی 6 علامت زدم و به عنوان مثال من 6 تا برش شدم. علامت زده باشم به همین صورت در میاد. خطمو میکشم و با دیسکی اینو در میارم. حالا برای مادگی کار به چه صورته؟ توجه داشته باشید من دقیقاً همین رو میام روی این قطعه. دقیقاً حالا من اینجا یه خط دیگه هم کشیدم. توجه داشته باشید میام روی همین قطعه و خط تمام میکشم. اینم با دیسکی در میارم و به همین صورت کارمو میچسبونم. برو عقب. حالا شما در نظر داشته باشید این میشه طول بلند صفحه، یعنی طولی که صفحه بلندتر باشه توی همین حالت برش بزنید، طول کوتاه صفحه رو به همین حالت، ولی اینو دقیق مثل همیشه که برش میزنید، ولی اینو باید 6 سانت بزرگتر بگیرید، 6 سانت یا 7 سانت بزرگتر بگیرید و این مادگیشو در بیارید و از اون ور حالا کجی کارو در بیارید که به این صورت کار شما میشینه و قشنگم در موفق باشید.